خوش اومدین به اولین ویدیو آموزشی من و امیدوارم که خوشتون بیاد. آماده این بریم؟ بزن بریم. وارد گوگل میشیم و آدرس سایت که تو کامنت ها گذاشتم و اینجا سرچ میکنیم. وارد اولین سایت میشیم و قسمت بالا ورود رو میزنیم و از این دو گزینه صورتی رنگ یعنی ورود با گوگل رو میزنیم. در این قسمت هم یکی از ایمیل رو انتخاب میکنیم و وارد میشیم. ادامه دادن چند ثانیه طول میکشه تا وارد بشه. خب از این قسمت پایین حالا میایم به اضافه رو میزنیم و یه صفحه‌ای برای ما باز میشه که اون قسمت بالاش دوتا گزینه داره که ویدیو و ایمیج هستش. ما الان میریم تو ویدیو. تو این قسمت پرامپت مد نظرمون رو یا تایپ میکنیم یا پیست میکنیم. حالا باید به صورت لاتین باشه دیگه. بعد از این قسمت پایین انتخاب میکنیم که ویدیومون چجوری میخوایم باشه و از این قسمت هم حرکت های دوربین رو انتخاب میکنیم که جمعاً 3 تا حرکت ما میتونیم انتخاب کنیم و از قسمت پایین تعداد فیلم هایی که میخوایم بسازیم رو انتخاب میکنیم و روی قسمت صورتی رنگ میزنیم و ویدیومون میره برای ساخت. و بچه برای اینکه ویدیوهایی که ساختیم رو ببینیم روی کریت هیستوری میزنیم و ویدیوهامون رو برای ما نمایش داده میشه که الان ویدیومون در حال ساخت هستش و یه چند دقیقه‌ای طول میکشه تا ساخته بشه. و اینم بگم که برای اینکه ویدیوهای خوب و بهتری داشته باشید باید پرامپتتون حس و حال بیشتر توصیف داده بشه و با جزئیات بیشتری باشه. حالا من پرامپت من زیاد با جزئیات پرامپت خوبی نبود و الان مشاهده میکنید که ویدیومون آماده شده. من زده بودم که یه پاندایی تو غذاخوری داره پیتزا میخوره. بچه ها اینم بگم که این هوش مصنوعی خیلی کاربردیه و کاربردهای زیادی داره و هم تصویر تولید میکنه هم ویدیو. حالا قسمت های مختلفش رو توضیح میدم براتون. الان میخوایم بریم به قسمت تولید تصویر. میریم از این قسمت بالا ایمیج رو میزنیم و اینجا پرامپت مد نظرمون رو پیست میکنیم. از این قسمت پایین سایز تصویرمون رو انتخاب میکنیم و از این قسمت پایین که نوشته 4 تعداد تصاویرمون رو انتخاب میکنیم که من میذارم روی 1 چون من یه دونه تصویر میخوام و میذارمش روی یه دونه تصویر. و این کادر صورتی رنگ رو میزنیم و عکس ما میره برای تولید و ساخت. روی کریت هیستوری میزنیم و عکس ما ساخته شد.
چقدرم قشنگ. برای دانلودش هم از این قسمت پایین روی قسمت دانلود میزنیم و گزینه دوم میزنیم و دانلود میشه که بچه عکس ها وقتی دانلود میشن به صورت زیپه و باید اون رو باز کنید و استخراج کنید که بیاد تو گالریتون. خب حالا میریم برای قسمت ویدیو تو برمیگردیم قسمت ویدیو قسمت این که نوشته I2V، این قسمت میتونی یه عکسی بدی و این پایینم حرکات ویدیو رو تنظیم کنی که قبلا هم گفتم جمعاً 3 تا میشه انتخاب کنی و تعداد تصاویر رو از این پایین انتخاب میکنی و برات اون تصویری که میخواین تبدیل به ویدیو کنه رو میسازه. قسمت من الان اینو زدم بره برای ساخت. حالا قسمت بعدیش که ما S2V هستش، قسمت بعدیش که T2V هستش، ما یه پرامپتی میدیم و اینجوری هستش که متن رو تبدیل به تصویر میکنیم و قسمت بعدی هم ما یه کاراکتری میدیم و میتونیم توضیحاتی هم درباره اون کاراکتر بدیم، اون شخصیت بدیم و تبدیل به فیلمش کنه. الان اون فیلم اولیمون ساخته شده همونطور که میبینید. برای دانلودش هم روی این قسمت پایین میزنیم که برای ما گزینه دومی رو میزنیم که برای ما دانلود بشه و دانلود شد. خب فکر میکنم که همه قسمتاشو تقریبا توضیح دادم و الان میریم برای اینکه چجوری اپش رو دانلود کنیم، چون اپ هم داره این هوش مصنوعی. روی این گزینه بالا میزنیم و گزینه گت اپ رو انتخاب میکنیم. الان یه صفحه برای ما باز میشه که 2 تا گزینه داره، اپ استور و گوگل پلی. حالا با توجه به نیازمون هر کدوم رو میخوایم انتخاب میکنیم و من گوگل پلی رو میزنم که وارد گوگل پلی میشه برای دانلود. چون اینجا من برنامه‌شو دارم برام دانلود نیاورد. توی ویدیوی بعدی بهتون یاد میدم که چجوری یه پرامپت خوب و با جزئیات داشته باشیم. امیدوارم که از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه و لایک و کامنت یادتون نره. اینم بدونید که تمام نظرات خوب و انتقاداتتون برای من محترمه و تک تکشونو جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی خداحافظتون.